السلام علیکم خوانندگان و تماشاگران محترم. ما با امروز شما موضوع سیستم مدلر حرکتی رو دوام میدیم و حالا ما سیستم مدلر رو می‌نویسیم که در آن لوگاریتم ما در هر دو مدل‌هایی که داده شدند لوگاریتم ما نوشته شده. یعنی مدل ما نمود زیرین دارد، یعنی 5 لوگاریتم x ایرو اساس 2 مینوس 2 لوگاریتم y ایرو اساس 2 برابر 6 و در مدل دیگه باشد 2 لوگاریتم x ایرو اساس 2 پلس 3 لوگاریتم y ایرو اساس 2 برابر 10. برای اینکه این مدل سیستم رو حل کنیم پیش از همه کاری خلایترش طرز خلایترش اون است که ما همین لوگاریتم x ایرو اساس 2 رو با a و لوگاریتم y ایرو اساس 2 رو با b اشاره میکنم و مدل زیرین رو حاصل میکنم. یعنی سیستم زیرین حاصل میشه. یعنی این میشه مدل حاصل میشه 5a مینوس 2b برابر 6. در اینجا حاصل میشه 2a پلس 3b برابر 10. یعنی ما مدل حاصل میکنیم که این مدل خطی است. یعنی برای اینکه این مدل خطی رو حل کنیم چیزی که معلوم است ما میتونیم که یکی از مدل‌ها یکش یافته دیگرش بذاریم یا ما میتونیم که با سیستم جمع الجبرایی حل کردن مدل رو حل کنیم. اگر گزارش باشد، اگر گزارش من از مدل دیوم 2a رو می‌آورم برابر 10 مینوس 3b میشود. مدل یکم خودش می‌نویسیم 5a مینوس 2b برابر 6. از مدل دیگه اگر a رو یافته میشه a برابر میشود 10 مینوس 3b تقسیم 2. همین بر جای a در مدل بالا گذارم اگر 5 میشود 5 ضربی 10 مینوس 3b تقسیم 2 طرح 2b برابر 6. اکنون چیزی که ما یافتیم نگاه میکنیم در مدل یکم در مخرج 2 است. برای همین هر طرف مدل رو اگر با 2 ضرب کردنی شویم مدل نمودی زیرین رو میگیرد. با 2 ضرب کنیم و 5 رو با در قرض ضرب کنیم اینجا میشه 5 کره 3 مینوس 15b میشه. 2 رو با این ضرب کنیم 4b میشه. 2 رو با 6 ضرب کنیم 12 میشه. مدل دیما a برابر 10 مینوس 3b تقسیم 2 را خودش می‌نویسیم. اکنون از اینجا حاصل میکنیم مدل یکم در 5 رو به طرف راست میبریم و 15 رو با 4b جمع کنیم مینوس 19b میشه. 5 رو اگر به طرف بریم 5 12 رو ترک کردن در کره مینوس 38 میشه. امون برابر است و 10 مینوس 3b تقسیم 2. اکنون اولو ما b را اگر یفتنی شویم شویم 38 مینوس 38 تا با مینوس 19 تقسیم میکنیم 2 تا میرسد. ما 2 را اگر پایان در بذاریم با جای b 2 بذاریم اگر این میشود 2 کره 3 6 میشه. 6 4 با 2 تا میرسد. یعنی امون برابر 2 میشه. یعنی ما وقتی که b و a رو که یفتیم اشاره‌ای که ما گذاشته بودیم لوگاریتم x ایرو اساس 2 برابر a بود این 2 میشود. لوگاریتم y ایرو اساس این برابر b بود اینم 2 میشود. اکنون از اینجا اگر ما هر دو مدل‌ها x رو یفتنی شویم یکم مدل x برابر میشود 2 در کوادرات در مدل دیگه y برابر میشود 2 در کوادرات. یعنی از اینجا این معلوم شد که x ما 4 است y ما 4 است. اگر ما خواهیم که مدل را درست یا نادرست حل کردن بفهمیم همین با جای x 4 میذاریم. اگر اینجا 4 بذاریم لوگاریتم 4 ایرو اساس 2 این با 2 برابر است. با 2 برابر باشه با 5 ضرب کنیم این 10 میشه. اینجا هم 4 بذاریم این با 2 برابره 2 را با 2 ضرب کنیم 4 میشه. عدد درگیریم 4 6 میشه. بنابراین مثالی داده شده هر کدوم همین حل می شود. خب بچه‌های عزیز در وقتی حل کردم ممکن است که با شما با مدل‌های بخورید که در ما لوگاریتم دهی
логарифмҳои натуралӣ дар система бохӯрад. барои тарсидан дар кор нест. мисолҳои будагира оҳиста оҳиста кор кардан. ман медонам ки баъзе маврид одам вақти ҳал карданда кӯшиш мекунад ки ҳал кунад, метарсад ки ман хато мекунам. агар хато накунед корро ёд намегиред. барои ҳамин математика ки ҳамихел фани нест ки шумо яке бора омӯзед ёд гиред. барои ҳамин оҳиста оҳиста осон ба душвор рафтан мегиред. барои ҳамин ки мо махсусан ҳозир масъалаи китоби Сафаров агар баъди тамом кардан мо кӯшиш мекунем ки ба рӯи шумо мисолҳои бо мушкилтара пешниҳод кунем ки шумо бачаҳое ки кӯшиш карда истодану мехоҳанд ки математикаро дар оянда омӯзанд ва ба мисолҳои мушкилтар бошинос мекунем. ба диққатон раҳмат.